السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز الحمدلله طول یک هفته میشه که در اینم عمران حجام برادرمون دودرمون خاریجان این باور که نزدیک بدای ماده اومدیم الحمدلله همین کسبی گیمری تا اومختیم طول یک هفته شید خیلی که میگن که علم به عمل چویور گردد قدری تو 1000 گردد. انسانیت باید هر قدری که باشد در کدام سن سالی که نباشه باید علم جستجو کنه. این چنین ما نیز همین گونه کردیم چطوری که بزرگای ما میگن که از گهواره تا گوره باید علم بجوییم. این چنین الحمدلله طول یک هفته میشه که ما اومدیم اینا درسی بگیم گیمری تا از برادرمون دودرمون در همین ساحه گیمری بگیم استادمون در دستور جانم یک هفته شد الحمدلله که اخذ کردیم. خدا خواسته باشه عمران حجام برای زیارت حجام همین درسی گیمری تا یاد دو. یعنی که ما از هر دو میتونیم که در زیارت شب یعنی که مغازه زیارت شب الحمدلله که بررسی بکنیم برای خدمت رسانی برای شما پیشنهاد بکنیم. شما میتونید که برای گیمری در مغازه زیارت شب در این رقم ها و گیمری برای عمران حجام در این رقم ها این خارجان ان شاء الله در خدمت هست. حالا سخن کمی باشه اگه ما اینجا مهمان بودیم که بیشتر گپ زدیم منظرت میخواهیم لیکن اگه سخن در میزبان میتیم با چی خاطر با خاطر که ما اینجا مهمان هستیم و این شخصیت میزبان هست. میگم مهمان که عطای کردگار است جانها زی برای اون نثار است اندیشه ز لحظه های مردن مهمان خدای خیش بودن. و این خاطر مهمان به خاطر خودش نمیاد او را خداوند که در دلش میندویه میگه که من باید برم مغازه زیارت شب یا که من باید برم مغازه عمران حجام چیکار کنم همه کسلی ما چیکار برطرف کنم. شما که اومدین شما که مهمانی ما شدین جانها زی برای اون نثار است یعنی که جان فدای شما مهمانا. میگه اندیشه ز لحظه های مردن ای عبدالله میگه تو میمیری فردا که مردی نزد الله که مهمان شدی و خداوند میگه که عطای مرا گرامی داشتی وقتی گفتی که ها و ان شاء الله که خداوند چیکار میکنه ترام با مهمونی قبول میکنه. بله خلاص گپ بسیار نمیکنیم ما که مهمان بودیم سخن با میزبان میتیم ان شاء الله که چی گفتن یاد دارم. یک بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله. بهترین سخن ها گفتن چگونه که عبدالله در سخن در همه چی استاد ما میشن که ان شاء الله امروز از ما آموختن نشین گیمت دعاشون میتین میخیزن میرن ان شاء الله که در همون جای خودشون ان شاء الله کار میکنن. تشکر. و نگفتنمون که عبدالله که بسیاری ها سوال میتین که همین شما چگونه توبت میکنین همین را میگیم که ما با گیاه به یگون شپریست به یگون سوزن و به یگون اپراتور به یگون در توبت میکنیم ان شاء الله به همین رقم ها کسانی که میخواهند با عمران حجام بیان با این رقم ها کسانی که میخواهند زیارت شب بیان با این رقم ها حتما مراجعت کن ان شاء الله که خیلی فایده خوب داره. بله ان شاء الله ما باور کرد یک با قریب 2 ماه میشه که نیت کردم که باید پیش همین خارجان پیش دودر بیام. این برای که ما بگیم کم خیش تباری داشته با ایس بگیم اگر این برادرای ما برادرای ای بده خیش تبار کن ما همه اهل یک آدمیم از یک آدم و از یک هوا هستیم. با این خاطر الحمدلله اومدم من خودم با چشم سر وقتی که دیدم لیچنشونا آموختم همون چیزا من خودم در حیرت موندم. تو این جانب مثال میفهمیدم که گیمری در بینی میزدن شپریس میزدن شکوف میکردن جورا الحمدلله با داروهای گیاهی و این چنین همین را ما آموختیم چه خیلی که در بالا گفتم الحمدلله بسیار خرسند هستم. انسانیت باید گفتم که هر کی جایی که باشه در کدام سالی که در سین سالی که نباشه موفقیت این 3 نفر 3 تا یکمش این کتاب بیشتر خواندنه دومش شما باید سفر بکنید سومش این اکروژن شما یعنی که گرد و گوشه شما. چه خیلی که میگه که یک خدمت یک مطلب سایکو میگه با ماشینی ماه شوی با دکشنی سیاه شوی. و این چنون الحمدلله اومدیم این برادر خودش نشستیم یک هفته شد که کسبشون را آموختیم ما بسیار راضی هستیم. ما فقط دعا میتیم که خداوند هر جایی که همین برادرمون باشه موفق باشه سربلند باشه. ما عالم مهریم بدل کینه نداریم. هر نفرو که در زیر کمیتر می نویسن ما عالم مهریم بدل کینه نداریم جز مهر وفا ثروت گنجینه نداریم. مسکین و فقیریم همون به این کاشانه دنیا بر نیک و بد هیچ کسی کار نداریم. ما فقط شما را دعا میکنیم که سربلند باشین موفق باشین تنسیت باشین. خداوند همون برکت در خاندان هر یکی ما و شما مثل باران بهاری نمیخواد ریزانده باشه. خداوند هر چی مراد و مقصدهایی که داشته باشین ما و شما برآورده و خیر بگردونه. امروز که ما مهمان هستیم ان شاء الله در مغازه عمران حجام فردا خدا خواه همین گیمری تا در مغازه خودمون با آغاز میکنیم انا شما را با انتظاریم. چه خیلی که گفتیم و باز هم میگویم مغازه زیارت شو عمران حجام سلامت و سربلند موفق باشین. تشکر زیاد برای درس دادن ها و عذر بسیار برای که غم دادن ها. اگر در رفتی درس ها مثال اگر یگان کم کوسگی گفتار رفتار ناجور باشه ما بسیار معذرت میخوایم و از شما میندار هستیم که طول یک هفته همین کسب به ما آموختین با درجه اعلا. زنده باشید. سلام و برکت.